سلام عشقای دلالتون، چطور؟ کارمایتی هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید. امروز تایتل ویدیو رو خوندید، یه اتچمنت بیوای اووردم واسهتون ململانی. آقا میدونم خودم هم بیوای رو زمین رو برمیدارم، وان تپ اصلی رو بهم نمیده. یه اتچمنتش اووردم، بهتر کیارمه، بهتر اسس، بهتر اچس تقتقیه، بهتر زک 12. ببین رو اینا روبرو اینا رنده میکنه. روبرو SMG که نگم واسد دیگه. آجی یه 6-7 روز بود نبودیم، ندیدمتون دیگه. چرا و واسهتون یه ذره دیگه توضیح میدم. آقا 274 تایی شدیم، دمتون هم گرم. چیز تا 300 تایی نمونده. 500 تایی جایزه اول واسهتون میذارم. جایزه اول هم به صورت کاستومه یا هر چیزی بهتون خودم میگم دیگه، بیا قوری کشی میکنم چجوری ها واسهتون بذارم. آقا بچه ها، من الان کلاس نومم. واسه اونایی که نمیدونن من کلاس اندومم، من کلاس نومم. خب امسال مدرسه ما یه ذره سختگیرتر شده. معلماش مثل قبلا نیستن، معلماش عوض شدن و اینا. مدرسه مونم عوض شده. بعد اینا که به کنار انتخاب رشته دارن. وقتی انتخاب رشته دارم بعد بشینم مثل سگ بخونم، اونجور که دارم مثل سگ گیم پلی میگیرم، یا مثل سگ دارم کال آف پلی میدم. آره، بعد من بشینم بخونم، نمره بالا بگیرم، الکی نرم سریع بیکار بشم یا مثلا برم رفتگری چیزی بشم. آقا زیاد نمیرم توی حاشیه اینا. این 6 روزی هم که نبودم، یکیش ای بود و یکی دیگه شم من روز دومی که رفته بودیم مدرسه. آقا معلم اجتماعیمون در آورد گفت بچه‌ها میخوام درس بدم و ما گفتیم بابا روز اول. گفت ول کنید یه حرفا، بریم سراغ درس که داد بهم گفت، به من نگفت، به کل بچه‌ها گفت فردا از دوباره فرداش اجتماعی داشتیم، گفت فردا ازتون امتحان میگیرم. ما فکر کردیم مسخره بازی داره در میاره اینا. به هر حال خوندیم، فردا دیدیم گفت یلا در بیارید که امتحان میخوام ازتون بگیرم. یه دقیقه بزن تو شارژ گوشی رو. خب آقا ما امتحانو دادیم اینا، گفتیم شاید تموم شده باشه دیگه، شاید مثلا همینجوری یکی امتحان بگیره اینا. چهارشنبه همین هفته پیش، چهارشنبه هفته پیش عربی در آورد گفت میخوام امتحان بگیرم ازتون. امتحان چی؟ فعلا رو میخوام ازتون امتحان اینا بگیرم. آقا ما هم خوندیم دیگه، امتحان ازمون گرفت، نمره هم که بعد میگرفتیم و گرفتیم. بعد دیگه واسه همین یه ذره کم فعالیت داشتم. ای برید ویدیو قبلیمو ببینی، میدید که مثلا هر یه روز در میون من واسه تون ویدیو آماده کرده بودم میذاشتم، اما یه ذره الان یه ذره کمتر فعالیت میکنم. داخل هفته یه ستای میذارم، یه آره دیگه 2 تا ستای واسه تون میذارم که هم شما زیاد نخواید بیاید ویدیوی منو ببینید و وقت خودتون الکی بره، و نه اینکه من خسته بشم. واقعا میگم یه ذره گیم پلی گرفتن، ریکورد کردن، ادیت زدن اینا واقعا خیلی خسته کننده است اینا. یعنی طرفی که پشت اون گوشی یا پشت سیستمی داری کارار میکنه واقعا سخته. و بعد از شانس بد من مریض شدم، از دوباره مریض شدم. نمیدونم صدام حالت خوبی داره، حالت سرماخوردگی داره چی، ولی باز مریض شدم و دیگه شانس ندارم. ناموسن مدرسه شانس ندارم، ای گیم شانس ندارم، ای از سرماخوردگی اینا هم شانس ندارم. حالا بکوب لایک و کامنت اینا رو بذار، شاید یه ذره جون گرفتم. به این شات به این میگن دیگه. سامی داداش کارما وایتی رو که تو گیم میبینی یا لف بده یا ایجوریا بعد بمین. آقا شوخی میکنم، مخلص همتونم، کوچیک همتونم، نوبترین همتونم. آقا دمتونم گرم، واقعا فکر نمیکنم اینقدر سریع بریم بالا، اینقدر راحت بریم بالا. البته راحت واسه اونایی که فقط میان پیج دید میزنن، آره. ولی بچه‌ها سعی میکنم در هفته یه 3 تا ویدیو در بیارم، ویدیوی آموزشی اینا هم بهم بگید واسهتون میذارم. ویدیوی بعدی درباره حاد 4 انگشتیه واسهتون حتما میذارم. 10 نفر میان، 10 نفر میاد پیوی من نمیتونم فسکوب بزنم، بهم یاد میدی چجوری فسکوب شاتگان اسنایپ بزنم، نمیتونم مثلا دراپ شات بزنم. بچه همه اینا رو واسهتون توضیح میدم و اینا فقط کافیه یه ذره انرژی بگیرم، خیلی سریع واسهتون همه کارا رو انجام میدم. بچه ویدیو امروز هم تایتل ویدیویی که خوندید درباره اتچمنت بیوایه.
واقعا اتچمنتش مرکز داشتم پلی میدادم. یه انمی بود من یه انمی بود از دراپ این بیوایر کشیده بود برش داشتم. واقعا گاد میزنه، اصلا فکرشو نمیکردم اینجوریا بزنه و گفتم دیگه بیام سریع واسه شما هم پست کنم، هم شما لذت ببرید هم من. بچه حتما میگم، حتما واسه ای که ما بیشتر دیده بشیم یه کامنت انگلیسی واسه من بذارید و اونایی که سابسکرایب میکنن اگه همون موقع مثلا یه 2 کامنت انگلیسی، یه دونه کامنت انگلیسی نذاری خود به خود ثابت میپره. نمیدونم داخل پیج بودی مثلا از 256 تا میرفتم رو 253 تا 2 تا، بعد میرفتم رو 260 تا، ثباتون میپره بچه ها. و دیگه اگه از پیج من خوشت اومد دیگه یه کامنت بذار که دیگه خودت اون سازنده یوتیوب تشخیص بده آقا تو ویوورشی، تو مثلا دنبال کنندشی. بریم آجی، بریم اینجا رو فقط داشته باشید. آجی ببین واقعا میگم الان من ویدیویی که گرفتم بنظرم مال پریروزه، مال موقع پریروز اگه اشتباه نکنم. الان سنسمو بردم بالا، ببین چجوری دارم پلی میدم، ولی یه ذره نوب شدم دیگه. سنسم خیلی رفته بالا. وقتی سنسمو میبری بالا یه ذره کنترل کردن بازی واسهتون سخته. بچه‌ها سنس و همه اینا واسهتون توضیح میدم، یعنی ویدیوش آماده است ولی خب یه ذره بعد ببینم چه ویدیویی بخوام بذارم، که ویدیو رو بذارم بعد بخوام اون تامنیل ویدیو رو در بیارم یه ذره بد میشه. آقا واقعا میگم ببین اتچمنت رو دسته این نیست. کیارم و بیوای و اینا رو میگم کیارم و اچ اس اینا رو بندادو. ببین اینجا بیوایشو دیدم سریع بیوایشو برداشتم. فقط حوزی ببین چند تا وان تپ میزنم. فیلم های کوتاهمو دیده باشید همین ویدیوست، فیلم های کوتاه من این ویدیوست، ویدیو بلندش همینه. آقا اگر ویدیو خوشت اومد ببین یه حداقل یه شیر بزن واسه رفیقات بفرست که اونم اگه خوشش اومد سابسکرایب بکنه منو دیگه. بریم واسه جایزه آزی، دوست دارم بهتون جایزه بدم، جایزه جنده مونده بهتون بدم. باشی ویدیو رو ببین دیگه، ببین فقط چجوری ها من این چیزه رو میزنم با این بیوای چجوری ها پلی میدم. آقا یه چیزی درباره که من بهتون بگم اینی که بچه شما وقتی کاور دارید چرا از کاورتون میاید بیرون و واقعا میگیرم روش بودو بینم بابا بودو. این آزی همینجا میرم تو بک بک اتچمنت همینجا بردارید، عشق کنید، صفاسیتی کنید. فقط اون شاتی بازی من چرا دارم میگم حاجی بی خیال آقا. فقط اون شاتی که من رو هوا زدم که چیزش هم کردم پستش کردم ویو خوبی هم گرفت، دنبال کننده خوبی هم بهم داد. سریع من گفتم بذار تا ویدیو کاملش واسهتون بذارم دیگه، هم شما عشق کنید هم من. بچه اتچمنت های دیگه هم واسهتون میذارم، اما از نظر من این مسخره بازیه بخوام هر روز درباره یه اتچمنت بهتون بدم. سعی میکنم ببین اتچمنت بهتون بدم، اما اتچمنت مثلا اون پنگان برتر مثلا سیزن که داخل دراپ هم بچینی خودت، مثلا 5-6 تا گان دراپ. این ایجوری ها میپره پایین، این ایجوری ها میگی بوس بده، این ایجوری ها میگی. سعی میکنم بهتون بگم مثلا کدوم گانا بهترن و اینا که هم خودتون راحت بتونید دست مثلا کاستومی، بتلی، ایزولی مثلا یا هرچی آلکایی مثلا الان میخواید برید اتچمنت خوب داشته باشید. مثلا الان من 2 تا اتچمنت خوب گیرم اومده، راحت دارم پلی میدم، با 117 دارم او طرف میزنم و با بیوایم از رنج نزدیک رنج متوسط هم که خوب میزنه. واقعا میگم رنج متوسط هم خوب میزنه. کم کم دیگه 20 ثانیه 30 ثانیه آخرشه دیگه. تا اینجا هم ببینید دیگه آزی، تا اینقدر دیدید تا اینجا هم ببینید. خیلی دوستتون دارم. ببین یه شات 2 شات تمام، میگم بالاتر این نیست دیگه، نهایت 2 شات. بعد واسه تستش هم من رفتم داخل داخل اون مپ تنهایی است بات میاره واسه اونجا تست کردم بدون چی اسمشه، بدون پرکینا هم برداشتم، مثل خودش میزنه پرک و نو پرک زیاد فرق نداره. بریم نفر آخرم اگه اشتباه نکنم نفر آخره بزنیمش. اوجی یه بار بیشترم نماردیم و یه شات بودو بینم بابا، عشق کردی بکوب.